Hello dear friends, how are you? Are you okay? سلام دوستان گرامی، چه حال دارید؟ خوب هستین؟ درسی 37 ای کتاب نیو گرامر تایم 1. خب امروز درباره کلمه های سوالی when و what time خواهم گرفت. خب در اینجا میگه read, draw lines and match. میگه بخوان و خط بکش و پیوست بکن، وصل بکن. خب در اینجا یک دوسکه هست، یک تخته صنفی هست. این رو عنوان گذاشتن school notice board. school notice board school notice board می شود که تخته اعلان های مکتب، تخته اعلان های مکتب. خب در اینجا میگه music lessons یعنی درس های موسیقی room 121 یعنی اتاق 121 teacher آموزگار Mrs. Briggs یعنی معلمه کی است؟ خانم بریتز است. Tuesdays روزهای سه‌شنبه است. خب dance classes درس های رقص afternoons یعنی بعد از نصف روزی. سی میس براون یعنی ببینین خانم براون را. روم 123 اتاق 123. school shop مغازه مکتب، دکان مکتب. open mornings در صبح گشوده است. school summer party جشنی تابستانه مکتبی. Friday 6 June 4 o'clock روز جمعه 6 ایون ساعت 4. camping holiday همون خیمه زدن یا که روز خیمه زنی، روز استراحت خیمه زنی یعنی holiday روز استراحت می شود، تعطیل می شود، جشن می شود. خب با چند معنا میاد می شود بگیم که جشن خیمه زنی شاید ترجمهش مثلا. Saturday روز شنبه 4 August 4 آگوست. Friday 17 August یعنی 17 آگوست. جمعه 17 آگوست یعنی مقصد از روز 4 آگوست تا روز 17 آگوست بوده است. call 55347802 یعنی رقمی 55347802 زنگ زنید. swimming lessons یعنی درس های شناوری. teacher Mrs. Holmes یعنی معلم خانم، معلمه خانم کی است؟ هولمز است. Thursdays یعنی روزهای پنجشنبه 4-5 o'clock یعنی ساعت 4 تا ساعت 5. basketball practice تمرین بسکتبال بازی. Wednesdays after school روزهای چهارشنبه بعد از مکتب. sports field یعنی میدانی ورزشی، میدانچه ورزشی. خب when are the swimming lessons یعنی میگه که درس های شناوری کی است. خب در اینجا خودش پیوستش کرده است، خط کشیده است. on Thursday روزهای پنجشنبه بوده. میبینیم شناوری روزهای پنجشنبه. درست توریه. when is the school summer party میگه جشنی تابستانه مکتب کی است. خب جشنی تابستانه مکتب روزی جمعه 6 ایون. on Friday روز جمعه 6 June یعنی 6 ایون. خب و what time does the party start کی جشنواره آغاز می شود؟ ساعتی 4 بوده. at 4 o'clock
at 4 o'clock. ساعتی 4. When are the dance classes? درس های رقص کی است؟ In the afternoons. In the afternoons. In the afternoons. خب در اینجا میگه prepositions of time to. یعنی پیشوندهای زمانی. رقم 2. رقم 1 در بالا گرفته بودیم، درسی گذشته بود اگر خطا نکنم. On plus days and dates. میگه که on همراه روزها و تاریخ ها می آید. با مثل چی؟ On Tuesday. On Tuesday روز سه‌شنبه، یعنی در روز سه‌شنبه. On 10th April. On 10th April در روز 10 اپریل. In plus parts of the day. این همراه اقسام روز می آید، جزءهای روز می آید، یعنی صبح، بگاه، نصف روزی و مثل همین. خب مثال in the morning, in the afternoon, in the evening. در صبح، در نصف روزی، در بگاهی. خب look، نگاه کن. On Tuesdays on وقتی که شد on Tuesdays شکل جمع میگیرد، اما every Tuesday که شد دیگه شکل جمع نمیگیرد. every Tuesday یعنی هر روزی سه‌شنبه. in the afternoons یعنی in the afternoons هر روز، یعنی در هر نصف روزی، در هر نصف روزی. every afternoon یعنی هر نصف روزی. خب در اینجا میگه when what time، یعنی کلمه سوالی when و what time. When is your birthday? When is your birthday? When is your birthday? میگه روزی تولد تو کی است؟ زاد روزی تو کی است؟ On the 11th of July. On the 11th of June. On the 11th of June. در روز 11 ایون. در روز 11 ایون. When do you get up? When do you get up? یعنی تو کی از خواب میخیزی؟ At 7 o'clock. What time do you get up? What time do you get up? اینجا نقطه مونده است. در جای نقطه میتونیم که بگیم که what time do you get up؟ یعنی تو ساعتی چند میخیزی؟ At 7 o'clock. ساعتی 7. Look at exercise 5. یعنی نگاه کن به مشق 5. Write short answers. و بنویس جوابهای کوتاه. مشق 5 کدام بود؟ مشق 5 همین تابلو بود، همین تخته اعلان ها بود. تخته اعلان ها. خب اینجا 4 جمله است. این 4 جمله رو خب با شما وظیفه خانگی میتیم. برای چی وظیفه خانگی میتیم؟ برای که اگر نتیم وظیفه خانگی شما زیغ میشین، غمگین میشین. با همون خاطر با شما را وظیفه خانگی دادن در کار. When say on the 10th of April. Where we say on the 10th of April. ما میگیم که روزی 10 اپریل. خب این توتی همیشه یک کمی پیش پرتکی میکند. خب اینجا وظیفه خانگی برای شما، یعنی همین ها را با موافق همون تخته اعلان ها جواب دین. When is the school shop open? اینجا مثلا کی چیکار میکرد شده میشید؟ چیز دکانی مکتب یا مغازه مکتب مثلا school shop open mornings. در اینجا می نویسیم که in the mornings در صبح، یعنی هر صبح، مثلا هر صبح شده است. خب این سه تا دیگر به شما واگذار میکنیم اینها رو. اینجا وظیفه خانگی. دویمش میگه when does the camping holiday start؟ یعنی camping holiday کی آغاز می شود؟ when are the music lessons؟ یعنی music lessons کی است؟
when is basketball practice یعنی بسکتبال تمرین بسکتبال بازی کی است. خب اینها در تخته بگیم که اعلان ها هستند، میتونید همراه چک کنید در کامنتار یا در زیر همین ویدیو جوابشون نویسید. اوکی. خب در همینجا درسی این روزه به پایان رسید. تا درس های نوبتی خداحافظی میکنیم و میگیم که goodbye.